کند. و من کفر فإن الله غنی عن العالمین. کسی که کافر شود، انکار این فرض کند، انکار حج، همه انکار فرض ها کفر است. لیکن الله تعالی مخصوصا و من کفر، کسی که اگر فرضیت حج را انکار کند او کافر است. فإن الله غنی عن العالمین. الله تعالی از حج تمام عالمیان به حاجت است. الله تعالی به حج شما نیاز ندارد، به نماز شما نیاز ندارد، به عبادت شما حاجت ندارد. اگر تمام مردم الله تعالی را گناهگاری کنند، ما ضر ذلك فی ملک شیئا، الله تعالی میگوید که این به ملک من چیزی را ضرر نمی آورد. امروز بعضی کافرها پیدا شدند به فرضیت حج طعنه میزنند که در قرآن حج را الله تعالی فرض نگفته است. این آیت از 10 وجه دلالت میکند که حج فرض است و به این مسئله یگان عالم اسلام اختلاف نکرد. آنهایی که از علم تفسیر و از علم فقه و از علم اصول فقه و از زبان عربی با خبر هستند و این قرآن را الله تعالی با زبان عربی نازل کرد. خلاصه انکار حج این کفر است، از ملت بیرون میبرد، کفر اکبر است.